بسیاری از معیارهای زبان در شعور ما خود به خود به صورت طبیعی موجودند. اکنون اینجا باقی میماند آن معیارهایی که وابسته به دانش و مطالعه هستند. یعنی بیشتر از اون که ما به صورت طبیعی در ذهن خود آن معیارها را داریم، باز بعضی معیارهایی هست که آنها را باید آموخت، یعنی جنبه آموزشی دارند. از این نظر کمبودها البته مشاهده می شود و کم هم نه. زبان مطبوعات ما امروز نسبت به سالهای پیشین وسعت فراگیریش خیلی بزرگتر شده است. از نظر مسائل، مفهوم‌ها، جریان‌ها، ارزش‌ها، میدان بحث‌ها خیلی گسترده‌تر است و بنابراین ذخیره‌های زیادی واژه‌ها و تعبیرها، شکل‌های بیان گوناگون شده است و همه این رو رعایت کردن و به جا آوردن خیلی وقت و مطالعه و فرصت می‌خواهد تا اون که به معیار یگانه درآید. در زبان ما ترکیب‌های عباره‌های کلکا که اقتباسات خیلی زیاد است. من هر روز از روزنامه‌های شما می‌خونم، هر روز از زبان مردم از تلویزیون رادیو میگن که فلانی در فلان موضوع برآمد کرد. برآمد نمی‌کند، در فلان موضوع سخنرانی می‌کند. یعنی ویستاپیل. یا که فلان دسته یا که دسته بازیگران 18 ساله ما مثلا در عراق برآمد کرد. برآمد نه، فوتبال بازی کرد یا هنرنمایی کرد. یا میگن که نویسنده‌های ما هر روز میگن من در بالای فلان اثر کار کرده استادم. در بالای فلان اثر چقدر کار میکنید؟ یا работает над каким-то произведением, да? همون کلکی روسی. یا که با جانهایی که در آزمون‌ها اشتراک میکنند شما حالا در بالای خود کار کنید، در بالای خود کار کنید چی معنی دارد؟ همه کلمات تاجیک است اما معنی ندارد. این اقتباس روسی که نظر رباطت نسیمیم سبایی دارد. همین گپ. انا همین خیلی اقتباسات در زبان ما خیلی زیاد است، اما با وجود این پیشرفت زبان ما را هیچ کس انکار کردن نمی‌تواند. قانون زبان دولتی و معیارهایی که مقرر شده است برعکس اون چیزی که خیلی زیاد از آن انتقاد می شود، خیلی از مشکلات زبان ما را حل کرده است. خیلی پیچیدگی ها، ابهامات و معیارهای نادرستی که در املای ما جاری بود آنها را از میان برداشته است و خیلی امروز کار برای اجرای درستی دستور زبان ساده تر شده است. واقعا بیشتر وقت آن بیانهایی که از این قانون یا که از این معیارهای تازه انتقاد میکنند به اساس یک نگاهی سرسری و احساسات صورت میگیرد. ولی اگر کسی واقعا با پژوهش و مطالعه این موضوع را بررسی کند میبیند که واقعا خیلی کارهای اساسی و بنیادی شده است. یک خورده سوء تفاهم ها، اختلاف نظرها باقی مانده است که این یک امر طبیعی است و حل شدنی هم هست.